بریم خود درس امروز خواب میکنیم. موضوع درس ما شما امروز قسمت صحیح بعدی این راستوری میکنیم. بخش ریسپلیستینگ بریم. امروز بخش ساوندی میخونیم، تنظیم صدایی. این شما اگه دقت بکنید اینجا برای ما نمایش داده، گفته که شما از چه صدا استفاده میکنید. یعنی برای ما گفته که از کجا صدا خارج میشه از کامپیوتر ما. اینجا خب ما کامپیوتر یک بلنگو داره، خب یک بلنگو از اونجا خارج میشه. دیوایس پروپرتیز که بریم میتونیم نامش رو تغییر بدیم. اگه درس خاص باشه نامش تغییر بدیم. مثلا نوشته میکنم چمپیون اکادمی باشه، رینیم میزنیم، نامش چی میشه تغییر میدیم. و از اینجا میتونیم تعیین کنیم که مثلا همین اسپیشال ساوند نه کم صدا خاص پلشه یا نشه. اگه به این انتخاب بکنیم باز صدای کامپیوتر از کم زده خاص‌تر پلی میشه، این کم با کیفیت بهترتر خوبتر. بلنس هم که برای تنظیم و ترتیب از یک بلندی چپ راست چه اندازه باشه صدایش میتونید تنظیم کنید. ال کم کنید دیگه، مثلا از بلندی طرف سمت راست چقدر باشه صدا. این هر بلندی رو میتونید جداگانه تنظیم کنید. البته از کامپیوتر ماش یک بلندی داره، یعنی بلندی یک دو طرف هستن. و موضوع بعدی ما شما اینجا در قسمت ساوند گزینه داریم در نام ماستر ولیوم که میتونید تمام صدای کلی کامپیوتر مثلا کم کنید. کم بگید کل صدای کامپیوتر ما شما چه میشه؟ کم میشه. توربل شد به خاطر از اینکه در صورت که قسمت صدای شما کدام مشکلی داشته باشه توربل شد بزنید مشکلش براتون پیدا میکنه و براتون چی میکنه؟ درست میکنه. در صورت که قابل درست کردن باشه. درسته؟ این وظیفه این توربل شد. باز منیج ساوند دیوایسز باز ولی سوار داریم که میتونید اینجا آماده غیر فعال کنید صدای کامپیوتر کنید. اینا ما شما کامپیوتر ما صدا نداره که علامت 45 هستش. پس برای خاص فعال کنید راست کلیک میکنید، سرچ کلیک میکنید، باز انیبل چکا علامت تیر از روز براشش. فهمیده شد؟ یعنی از این میتونید فاش کار کنید، غیر فعال کنید یا تستش کنید. اینپوت دیوایس یعنی از چه طریق صدا اطلاعات داخل کامپیوتر شه، از طریق از مایک یخنیمه یا مایک خود لپتاپ. خود لپتاپ همشون مایک داره اینجا آمده. فهمیدید؟ باز اگر ما شما در سایه بخش اینجا بخش منیج اینجا که بریم مثلا میتونیم اینجا چیکار کنیم؟ مایک های خانم غیر فعال کنیم. حالا خب من چون کار میکنم نمیتونم غیر فعال شما اگه خواستید میتونید غیر فعالش کنید که کسی دیگه اگه خواست صدای خود ضبط کنه نتونه مثلا ضبط کنه. بعد اینجا پایینترش آمده گفته که توربل شد آمده گفته که مثلا این من سرزی کلیک کردم نه مایک شبر ماشون نشان میده، اما توربل شد به خاطر اینکه اگه مایک مشکل داشته بازی مشکلش برات مشکل یابی میکنه که ببینم مشکل در کجا هست، چی رقم شده، چرا مثلا کار نمیده نه یگان دفعه مش یا غیر فعال میشه. منیج ساوند دیوایس که بریم باز برام موضوع پیشتر کار کنیم، میتونه غیر فعال یا فعال شه. دیگه بعد از او دوباره برمیگردیم پایینتر از او اینجا ادوانس اپشنز داریم که سرزی کلیک بکنیم باز خودت میتونید تعیین کنید صدای کلی چنده همینجا و 100% دیگه حساب نه. باز اینجا از شما خواسته که از کجا صدا خارج شد آوتپوتش نه و از کجا صدا داخل شد. میتونید مایکروفون انتخاب کنید مثلا از این مایکروفون یا از مایکروفون خود لپتاپ. سیستم ساوند داریم که میتونیم از این چیکار کنیم صدای کم زیاد کنیم. مثلا اگه من کم کنم صدای سیستم کامپیوتر ما شما کلا کم میشه. سیستم کامپیوتر ما یعنی منظور صدای هشدار و زنگ و وایبر تماس شده کنه این بازن خودش پیش‌فرض هم تعیین کرده دیگه. فهمیدید؟ باز اینا فعلا دیفالت هست چون در بالا همون چیزایی که ما شما خواسته بودیم اونا رو انتخاب کنیم. باز اینجا نظر در موضوعات بالای خودشان چیکار کردیم پیش فرض کردیم. این صدا از کجا داخل شه و صدا از کجا خارج شه. بخش نوتیفیکیشن اند اکشنز داریم. سایه بخش نوتیفیکیشن اند اکشنز که است ما شما کجا رو میگیم؟ این سوال در نام نوتیفیکیشن ایریا میکنیم. تقسیم کد سا است که برای ما شما گفته که مثلا چیکار شد از کدام بخشا میخوای که گزارش پیدا بکنی. اول خب موضوع اینجا که ما شما کلیک میکنیم مثل دیتای موبایل که روشن میکنی از بالا میکشی. این هم تک موضوعات رو داره. اینا اگه من در این قسمت ایدیت یور کویک
اکشنز که بگیرم میتونم مثلا خود یگان موضوعاتی را که نمیخوای از این میتونی را غیر فعال کنی. این حال من اینا رو چیکار کنم؟ غیر فعال کنم چیکارش دن میزنیم. زمانی که ما شما میبینیم از ما کم شد. میریم چیکار میکنیم؟ بعد میریم در قسمت سایه بخش نوتیفیکیشن ایریا خب چه قسمت edit your quick actions این از اینجا باز دوباره اد کلیک هم موضوعات که مثلا از اینجا حذف کردید دوباره پس میتونید مثلا اضافه کنید. مثلا این موضوع مانده بود این که من دن میزنم باز این موضوع دوباره پس تجربه کنم. فهمید داره؟ گفته که get notification from apps and other senders میگه که گزارش تحویل بگیر از برنامه ها و یا مثلا موضوعات دیگه. اگه من غیر فعال کنم از بخش های برنامه من هیچ گزارش دریافت نمیشه. باز که مثلا من فعال بکنم باز برنامه‌شون پیدا میشه. اینا رو ما فعال کردیم. باز اینجا آمده گفته که در کدام قسمتاشون میخواین همین کار اجرا شد. اینجا آمده گفته که show revisions on the sheet یعنی show revisions on the sheet چی معنی بوده که یعنی نوتیفیکیشن هایی که ما شما داریم در قسمت لاک اسکرین برمان نشون میده. show notifications on the lock screen یعنی منظورش یک وقتی ما شما کامپیوتر قفل باشه در این ساعت باشه وقتی برنامه کدام گزارش میاد مسیج میاد یا مثلا فرض مثال زنگ میاد دیگه میاد باز برنامه در اینجا خبر میده. اینا اگه شما مثلا تیکش برداشتین موضوع چی میشه؟ دیگه در سایه بخشی که مثلا کامپیوتر ما شما قفل باشه دیگه هیچ باز اگه فعال بکنیم باز گزارشات چه دانش باید میشه. گفته show reminders and incoming VoIP calls منظور از این بخشیه که مگه زمانی که شما کامپیوتر برای یک تلفن استفاده میکنین گزارش‌های تماس بیای براتون یا اگه تیک شد مثلا ما شما غیر فعال کنیم گزارشات مثلا تماس برای ما شما نمیاد. فهمیده شد؟ یعنی اینا اگه من غیر فعال کنم در سایه بخش مثلا کامپیوتر وقت قفل باشه برای ما زنگایی که میاد خبر نمیشه. allow notification to play sound در صورتی که زیر بزنی هر گزارش که مثلا تهیه میکنی یک صدا بر خود پخش میکنه. فهمیده شد؟ اینا اگه من دیگه زیر غیر فعال کنم اینا من اجازه ازش گرفتم. فکر کنم مثلا ما دستم میگم اجازه داریم مثلا چیکار کنیم کار کنیم. اگه ما بخوایم میتونم بگم اجازه نداریم کار کنیم. یا امر کنم تیکش بزنی به اون نزدیک یعنی من اجازه دادم که بدم تلویزیون به حساب ما قسمت سایه مثلا تغییراتایی که میاد صدا آمده اینا اگه خواست پلی شود نشه باز اگه تیکش بزنیم باز اون صدا وقتی که ما شما در جریان کار میکنیم باز پخش میشه. اینش هم گفته زمانی کامپیوتر ما اپدیت میشه نه بروزرسانی میشه ویندوز ما وقتی که بروزرسانی میشه بعد میخوای بفهمی که چی چیزای جدید اومده باز این میگه که فعال باشه باز همیشه برات هایلایت کردن میذاره مثلا این موضوع چی هست جدید اومده. صحیح گفته get tips and get tips tricks suggestions in as you v خب منظورش از اینه که مثلا وقتی که زیر ماشون بزنیم تا وقتی مثلا چیکار میکنیم من البته که زیر زدم نه شما که اینترنت داشته باشین بعضی موضوعات که پیشنهادی که از اینترنت بیارتون باز براتون ما که مثلا تبلیغات آوریم میگه این کارو کنی بهتره یا مثلا این پیشنهاد میده این برنامه نصب کنه باز شما میتونید راحت چیکار کنید غیر فعالش کنید که دیگه اون کارو نتونه انجام بده. اینا اگه ما تیکش غیر فعال کنیم دیگه اون کارو نمیتونه انجام یعنی اون پیشنهادایی که براتون میاد دیگه نمیاد. دیگه این برنامه‌هایی است که از این بخشا مثلا ما شما گزارشات تعیین کنیم. اینا اگه ما غیر فعال بکنم از این بخشا گزارشات متحول گرفتن نمیتونه. مثلا ما در سامه ما تو تکس مثلا این رو غیر فعال کردم اینا رو من غیر فعال کردم
بر ما شما از این قسمت چی گزارش نمیده. خب نالی که ما شما فعال هستین این غیر فعال کردیم باز از بخش آتوپلی یعنی فلش اینا که میزنید در کامپیوتر خود اینا براتون از بخش ها گزارش نمیده. مثلا از بخش مایکروسافت از فیسبوک مسنجر اینا اگه زنگ بیان بازی غیر فعال کنید از بخش زنگ دیگه نمیده فعال کنید. کورتانا هست که منظورش هدفش از صدا است. کورتانا یک برنامه‌ایه که میتونید با خود کامپیوتر صحبت کنید یعنی کار انجام میده یا کار کنید. فهمیدین؟ دیگه نه کل برنامه هست که در داخل کامپیوتر ما هست و میتونید اونا چیکار کنید؟ تغییر یعنی فعال و غیر فعال بکنید دست خودت هست. میتونید مثلا اگه خواسته باشید فعال بذارید اگه نخواسته باشید میتونید غیر فعال شه. این بود سوی بخش نوتیفیکیشن اند اکشنز. بخش فوکس اسیست داریم. خب فوکس خودش به معنای تمرکز می‌نامه یعنی سر یک موضوع ما شما تمرکز داشته باشیم. باز اینجا اسیستش یعنی همکاری دستیار میشه به حساب کمک دستیار تکسیدار معنا میده. بازی سایه است که شما میتونین در بالای موضوعات گزارشات خود یا نوتیفیکیشن خود یا همه چیزای خود میتونین تحت کنترل داشته باشین. خب یعنی که من اگر این را آف بگیرم خب فوکس اسیست غیر فعال میشه نه. یعنی از هر بخش گزارشات برای من می اگر پیریود راندی بگیریم باز میتونید این سا آمده خودت چیکار کنید تنظیم میکنید که برای من چی گزارشات دمیج بید. اگر بگید شو incoming VoIP calls and calls from a linked video در صورتی که زده باشه باز برای ما شما چیکار میکنه گزارشاتی که در موبایل ما وصل هستن نه مثلا موبایل در کامپیوتر وصله زنگ که میبره من در کامپیوترم برای ما گزارش میده که در موبایل زنگ است. بازی تکش غیر فعال کنیم و بخش نمیم. show incoming text and link phone در صورتی که مثلا کدام مسیج بیه براتون نه یا مثل موضوع پیشتر برید میتونید از اونش کار کنید در یعنی که در موبایل که لینک داشته باشم مسیجایی که برات مسیجایش باز براتون گزارش داده میشه. این مسیج داره 3 مسیج داره 4 مسیج داره 5 مسیج داره. شو ریمایندرز منظورش از چی هست؟ ساعت هشدار یا مثلا تاریخ هشدار یک ساعت تنظیم میکنیم و شما کار میکنیم در این ساعت زنگ میزنیم یا هدف شما که تیکش غیر فعال کنیم و دیگه زنگ زدن نمیتونه. show notification from pinned contact خب در صورتی که ما شما تیک زیر بزنیم خب گفته show notification from pinned contact on the Excel این اینجا خب اینی مخاطب این کسته اینجا مال اینترنت ندارم وقتی اینترنت داشته باشیم میتونید چند مخاطب در اینجا اضافه بکنید که همراه ایزا در ارتباط باشید یعنی مخاطبین هستن نفر خاص هست اگه تیش غیر فعال بکنیم اون رو برای ما شما دیگه اینا رو که من تیکش میزنم یه هستنه تیکش غیر فعال میکنیم باز برای ما شما گزارشاتش نمیدیم. هر روز ما شما رو در اینجا اضافه کنیم شما زنگ میزنید یا مسیج میدیم گزارشاتون به من از اونش فعال بکنیم می اد کانتکت بزنید باز میتونید یگان مخاطر دیگر هم در پالیسی چیکار کنید اضافه کنید. فهمیده شده؟ این دیگرش هم لازمه برنامه هست که از این بخشا به حساب برنامه شما گزارش ها میگفته show notification from the apps you add the list below در صورتی که اینا رو ما شما فعال بکنیم اینا موضوعات هست که از اینجا گزارشات زیادتر میاد از این قسمت شما باز میتونید از اینجا اد بزنید یکم برنامه دیگر هم اضافه فهمید دالی؟ خب انظر از من تا این قسمت بس هست روز بعدی بینیم موضوع چه با موضوع پاور سم سلیپ تا استوریج میزنیم.